سلام بچه ها، رونستم چنل دراگون گیم. بچه ها امروز اومدیم با یک بازی جدید و خفن پارت 1 گرنی و همونجور که دارید میبینید هدست هم به ویدیومون اضافه شده. این هدست هم داریم تو ویدیومون از این به بعد. و الان امروز اومدیم با پارت 1 گرنی. خب بریم سراغش. پلی خواهید رو های اینم بذار رو موزیک نذار، اینم نذار بذارش موزیک خوبه. هم بذار رو ایزی، فعلا ایزی بچه. اگه تونستیم ردش کنیم میدهمش رو نورمال. خب بریم سراغش بچه ها، ببینیم کمر دلاج. بچه ها مدل هدست هم اگه خواستید بذارم داخل کپشن ویدیو، حتما اونجا هم بخونید. ترجمه نمی کنیم چی نوشته، هم که هیچ. حالا از این اتاق باید بریم بیرون. بچه نمیدونم هدست که رو گوش منه شما موزیکشو میشنوید یا نه. از کجا در اومدی لامصب؟ از کجا در اومدی؟ گفتم یا خدا چرا در باز شد؟ گرنی اومدی یا خدا. حواسمون باید باش. کاماس بریم. تو گوری هستی. کم صداش زیاد کن. اینجا که نیست خدا رو شکر. ویپونکی مال کجاست؟ که کارکی میخواد، کلید ماشین. اینجا هم که موتور ماشینه. هم که هیچ. باشه اینجا رو بهم بگید تو کامنت واسه چیه اینجا در داره. اینم بزنی آن توش دود در میاد. آی قلبم گرفت یا خدا. بچه ها فهمیدم یه صدایی میاد، صدا رو فهمیدم. اگه اون باشه یعنی 100% گرنی یا دنبالمونه یا پشت سرمونه. نگاه دیگه لنگان میرم. میترسم. بیر توی درمند. صداشو شنید بچه ها؟ صدا خندش بود. جرأت داری بیا تو منو پیدا کن دیگه. بیا تو بیا. صدا رو میشنوید بچه ها؟ یا فقط من صدا رو میشنوم؟ چه صدایی داره میاد؟ بیا تو رو باز کن دیگه گوسفند. بشین. باشا بیا دیگه. جرأت داری بیا.
بچه من تازه کارم تو این بازی یکم، پس دیگه لطفاً به بزرگی خودتون ببخشید. بیا تو گوز مغز. هیچ کس نیست بچه، میترسم برم بیرون واقعا. بریم بیرون چه باد آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدیشون شوس مغز. بچه ها میترسم برم واقعا. فکر کنم اومد یه چیزی من انداختم. کمش بتونم بگو صدات شاشیدم تو خودم. بعد بریم تو دل خطر. گوه میخوری بری تو دل خطر. یا ابوالفضل این وای اینجا تله گذاشته واسه من همینجا هست. بریم. لرزم برید. بچه من این پارت رو همینجا بایا میرسونم. شارژ هدست هم داره تموم میشه. نتونستیم اینو ببریم جلو و ادامهش واسه تو پارت دیگه میذارم، چون واقعا گوش خودم چیز شد، اذیت شد، هم قلبم ایستاد دیگه نمیتونستم. واقعا خودم یه طوری بود که میخواستم
آخراش که نمردم دیگه، بعد اون چند بار مردن نمردم. واقعا خودم انقدر میترسیدم، دلم میخواست برم چیز کنم، انقدر مثلا ترس یهویی وارد میشد، انقدر ترسناک بود. خودم واقعا میخواستم برم واقعا خودم بکشم، این مثلا که خودم برم روبروش وایسم بعد منو بزن. واقعا نمیتونستم دیگه ادامه بدم، قلبم بولید، مخصوصا چند تا جامپ اسکری که خوردیم. حالا زیاد ممکن جامپ اسکر در حد اونا نباشن، ولی خب دیگه به هر حال چیزایی رو تجربه کردیم. پارت دومش هم اگه شما دوست داشته باشید میذارم واسهتون. لایک و کامنت دنبال یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدافظ.